و سرحال باشین. هیله نورزی هستم، یکی از هنرمندانی که در بخش‌های مختلف کار میکنم. بخش‌های ما رسامی، نقاشی و میناتوری می باشه که ما هم در اینجا یکی از سمپلایش داریم نزد ما و همچنان ما در این نمایشگاه پیروزی و پیشرفت اقتصادی افغانستان شرکت کردیم بابتی که تمام تولیدات یا چیزایی که ما داریم اینا به نمایش رسانیده شود. من رسامی و نقاشی را به شکل آنلاین آموختیم از یوتیوب و نزد کسی نیاموختیم در پاکستان و همچنان اینا همگیشان شخصی می باشند تا فعلا هیچ کارگاهی هم نداریم. متاسفانه بابتی که مکتب‌ها بسته شده در شهر کابل افغانستان، مکتب ما هم در صنف 11 بودم که دیگه نرفتم. بعد از او رفتیم به کشور پاکستان، در اونجا ادامه تحصیل ما را کردیم و در لسان‌های اردو، زبان عربی و همچنان زبان انگلیسی ما آموختیم. این تصویری که فعلا میبینین نشانه دو وضعیت نشان میده. قسمی است که این تصویر در کل از فعلی یا وقت صلح است و وقت جنگ است. در وقتی که جنگ است یعنی فریاد است و همچنان مردم هستند که زخمی میشن، آواره میشن، خانه‌های چپه شده می باشه و وضعیت بسیار خراب، حتی آسمان درنگی سیاه‌سفید می باشه. و در وقتی که صلح می باشه وضعیت بسیار خوب می باشه، همه جای خرم و شاداب می باشه. این نقاشی مکس از یکی از پرندگان می باشه و همچنان طبیعت نشان دادن. و نقاشی دیگر ما این بخش میناتوری می باشه، یکی شعرهای مولانا می باشه به نام هیچ. ما هیچ اینجا میناتوری کردیم. این هم از وضعیت افغانستان نشان میده بابتی که تمام مردم در مورد این فکر میکنن که خودشانه یعنی تغذیه کنن، یعنی نه درسی است نه کاری است نه هیچ چیز دیگره، در حالت نان دادن به برادرش می باشه. و حالات دیگه که هم هست، این هم یکی از نقاشی های زغالی می باشه که کار کردیم. این هم بخش های مختلف نشان میده، یعنی که خستگی و عذاب و درد خانمای افغان نشان میده. تا که خودم فکر میکنم از دیدگاه من رول بسیار خوب داره، چون چیزایی که ما در دل داریم میتونیم رسامی اونا را یعنی که نشان بدیم و دردهای دل ما را بگوییم که چی چیزایی یعنی که اتفاق میفته و چی چیزایی رخ میده. تمام موضوعاتی که هستن اینا همش گفته هایی هست که ما تا بالا گفته نشده. خواست ما از امارت اسلامی همی است که اجازه به بانوان افغان بدن که ادامه تحصیلشان باشه، یعنی بتونن که در مکاتب راه پیدا کنن، در پانتون‌ها ادامه تحصیل داشته باشن، چون فقر بیچارگی از بیسوادی بیشتر می باشه.